سلام، با ما همراه باشید با معرفی یک گیاه جدید. چرا افسردگی؟ چرا شاداب نیستید؟ چرا ناراحت کم پشت بودن موهای ابرو و مژه های خود شده اید؟ بیایید با ما همراه باشید تا با معرفی یک گیاه به نام اکسیر جوانی، گیاهی که هر روز در بوستان‌ها، پارک‌ها، فضای سبز این گیاه رو رویت می‌کنید و از کنار آن می‌گذرید. گیاهی به نام رزماری. این گیاه نه تنها خاصیت دارویی بسیار فراوانی دارد، بلکه شما می‌توانید به چند نمونه وجود این گیاه پی ببرید. قسمت‌های انتهایی گیاه را جدا کنید و در پختن مرغ و گوشت برای رفع بوی نامطبوع مورد استفاده قرار بدهید، یا اینکه این گیاه را خشک کنید در منزل خود و پس از سوزاندن از رایحه بسیار مطبوع آن استفاده ببرید. دوستان، برای اینکه این گیاه را در منزل خود پرورش دهیم می توانیم با برداشت قسمت‌هایی از ساقه این گیاه، ملاحظه بفرمایید، به صورت اوریب یا مورب ساقه را از گیاه جدا کرده، پس از جدا کردن ساقه ها این ساقه ها را در داخل آب قرار می دهیم تا ریشه زایی انجام شود. این گیاه را در داخل آب قرار دهید تا ریشه زایی انجام شود. پس از ریشه دار شدن آن را به گلدان گل یا به داخل خاک انتقال دهید. به همین راحتی شما می توانید رزماری را تکثیر و در منزل از آن استفاده بهینه داشته باشید. با ما همراه باشید با ویدیوهای دیگر. روز خوش.